صدا هست دوستان؟ اگر یک خبر بتیم ما شروع کنیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، بینندگان گرامی، بیننده‌های شبکه‌های اجتماعی پیمان لایف و بخصوص این برنامه 60 دقیقه پلوس، با سبب مشغولیت بیشتر داشتن مجری این برنامه اکی سلیم جان امروز مسئولیت بر دوش ما گذاشته شد. گرچه بار اول است و تجربه این گونه برگزاری این گونه برنامه ها رو ندارم و بخصوص با در مهمونی که استاد مهمون این برنامه هستم و مصاحبه کردم با استاد محیدین کبیری برای ما کار آسان هم نیست و امیدوار هستم که انشاءالله بیننده ها و استاد گرامی با بزرگواریشون کمبودی های ما را چشم میپوشند و نادیده میگیرند. حالا اکی سلیم جان پافشاری کردن که این برنامه را امروز بگذرونیم و برای همین روز مسئولیت بر دوش ما گذاشتگیان و موضوع هم دوستان نامگذاری کردن. موضوع برنامه را از پرونده تبدلات تا کشتار زندانی ها و پیش از اون که به این موضوع بگذاریم و بررسی این موضوع با مهمان گرامی استاد محیدین کبیری بگذاریم، همون جمله همیشگی مجری این برنامه و مجری دیگر برنامه ها در شبکه ها را میخوام تکرار کنیم که دوستان در گذاشتن لایک و کامنت ها سرلنگاری نکنید و در نشر و بازنشر کردن بخصوص اون نوارهای کوتاهی که از برنامه ها گرفته موضوع گذاری می شود و پیشکش شما میکنند در نشر و بازنشر اونها هم سرمیختانه بگذارید. اینا رو دستی کم نگیرید. واقعا اینا کمترین کاری است که برای رسانیدن حرف حق برای ملت، برای جامعه ما و شما میتونیم انجام بدیم. حالا اگر استاد آماده باشند پیوست کنید. سلام علیکم استاد، خوش آمدید به این برنامه. علیکم سلام برادر محمد ظریف. ما حالا چون در مقدمه صحبت گفته که بار اول است این مسئولیت بر دوش شما ماندن، حالا البته برادران مجری اساسی یگان مشغولیت داشتند، ولی حالا به هر دلیل هم باشد به فکر من بسیار کاری خوب شده است، چون باید شما که یکی از برادران خیلی آگاه و صاحب قلم و صاحب فکر هستید، نه تنها برای برگزار کردن این برنامه کمک خواهید کرد انشاءالله، بلکه باید که بیشتر از این در همین برنامه ها و برنامه دیگر فعال باشد و من مطمئنم که شما از عهده کارهای از این بیشتر هم خواهید برآمد. برای یعنی شروع بسیار خوبتون تبریک میگم و دوستانم خبر کردن که باز خبرهای خوش دیگر هم از شما هست. اگر خطان خواستید بگید در این بار، اگر نه با همین ما تبریک میگیم شما رو در عموم و انشالله که برنامه رو آغاز میکنیم. خوب سلامت باشید. حالا اگر مقدمه داشته باشید شما بفرمایید. اینجا من مقدمه خدمت بگم که اینجا بریتانیا است و من محمد ظریف سعیدوف و مهمان برنامه استاد محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و رئیس پیمان ملی تاجیکستان هستند و موضوع هم چگونه که پیشتر گفتم از پرونده تبدلات تا کشتار زندانی ها نامگذاری کردن و دوستان هم یک چند سوال برای ما روان کردن که از نظر شما استاد گرفته باشیم تا در این موضوع مهم به جامعه نظر استاد گفته شود و اگر پیش سخن و مقدمه یگان چه گفتنی باشه استاد بفرمایید، بعدا به سوال ها بگذاریم. نه محمد ظریف، من فکر میکنم بهتر است که از سوال که شما و همکاراتون آماده کردید شروع کنیم و در رفت صحبت هر یک گفتنی که باشد وابسته به موضوع حتما میگیم. بفرمایید. سلامت باشید. چون که ما و شما از شبکه ها خبردار هستیم، 3 فوریه در زندان شهر وحدت باز دوباره کشتار به وقوع آمد و مقامات دولتی به خصوص رسانه‌های نزدیک به حکومت این را یک آشوب نام کردن و شماره کشته شده ها را
3 نفر اعلام کردند، در حالی که در شبکه‌ها با عکس و نوارها کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که نه 3 نفر بلکه بیشتر از اون است که این مقامات میگن و شماره کشته شده ها را مقامات عضو داعش عنوان کردن. آیا واقعا این آشوب بود یا دستی یا بگیم قوه‌های خارجی در این دست داشتن؟ در نظر شما عموما در این باره که در زندان وحدت چی گذشت یک نظر تنوع میگفتید بفرمایید. خب به نام خداوند بخشنده و مهربان. ببینید من فکر میکنم که در مسئله قضاوت و حرف نهایی رو گفتم باید بسیار با احتیاط رفتار کرد، چون ما معلومات دقیق و درست رو تا امروز هیچ کدامون در دست نداریم. فقط ما در اساس شنیده ها، خوانده ها و اون شواهد و تحلیل هایی که یا در اساس اون تجربه هایی که در این موضوع داشته میتونیم یک نقطه نظری خود را بگیم، تحلیل و تخمین خود را بگیم. اما باید که حرف نهایی را در این گونه حالت ها، در حالت هایی که در معمولا باید که مقامات دولتی بزنند. وقتی که من میگم که حرف نهایی را باید که مقامات دولتی بزنند، منظورم حکومت ها و دولت های واقعی به معنای تام کلمه است، دولت هایی که یا حکومت هایی که مسئولیت شناس هستند در نزد جامعه خود، در نزد مردم خود و معلومات ها را سر وقت دقیق به شهروندان میرسانند، هیچ چیز را پنهان نمیکنند و نباید هم پنهان کنند. اما وقتی که من میگم که این کار حکومت ها هست، منظورم این گونه حکومت ها هست، نه حکومت مثل حکومت امروزه جمهوری تاجیکستان که نه تنها معلومات ها را از شهروندان پنهان می‌دارند، بلکه دروغ میگویند، صحنه‌سازی میکنند و کاملا برخلاف اون واقعیت هایی که انجام شده است روایت های خودشان را مطرح میکنند که بارها این کار را در گذشته کردند. بنابر همین ما کارشناسان، تحلیلگران، مخالفین و سیاستمداران مجبور هستیم که نه بر اساس روایت ها و معلومات هایی که مقامات رسمی تاجیکستان معرفی میکنند، بلکه بر اساس معلومات ها و داده های سرچشمه های الترناتیوی، رسانه های مستقل و صحبت هایی که مردم میکنند خش و تبار اون جبردیدگان این حادثه ها، در اساس اون تحلیل و تخمین های خود را گفته باشیم. اون معلومات هایی که حالا شما هم در مقدمه گفتید که مقامات دولتی یک روایت خود را گفتن، این را آشوب نامیدن که از طرف پیروان داعش راه اندازی شده است و 3 کشته هم به جا گذاشته است که کاملا با واقعیت ها راست نمی آید، چون الکی تا این لحظه حداقل شخصیت 7 نفر از کشته شدگان این حادثه مشخص کرده شده است. حتی در همون عکس و نوارهایی هم که خودشان نشر کردن شماره مقتولان کشته شده ها از 3 نفر بیشتر است، ولی مقامات تاجیکستان هیچ وقت از دروغ گفتن یگان ملاحظه ندارن، شرم ندارن و حتی در یک جایی که خودشان رو دروغگو بودنشان را آشکار میکنن، بازم یک کمی زحمت و تلاش نمیکشن که بیان این دروغهای خود رو راست کنن. یعنی عکس نشر میکنن از 5-6 نفر میگن که کشته شدگان 3 نفر بود. اصلا دیگر پروا ندارن که در همین یک چند دقیقه و در داخل یک خبر ما خودمون رو دروغگو برآورده ایستادیم. و بنابر همین اون حادثه‌ای که شد اون رو به هیچ وجه آشوب گفتن نشاید. چرا؟ آشوب این وقت می شود که یک گروه از انسان ها، ولی فرق نداره چی در زندان چی در جای دیگر، دست به یک عملی از قبل طراحی شده میزنن و با یک هدف معین، برای مثال برای فرار کردن، برای یگان تبادلات کردن. حالا اگر زندانی هست باید که این دست به آشوب بزنه تا اینکه فرار کند. اما از روی رفتارهای اینها و از روی نتیجه هایی که در تمام زندانهای این کشورهای پساشوروی می شود، هیچگاه چنین آشوب ها با موفقیت نه انجامیده است. مثلا در زندانهای تاجیکستان چند سال قبل یک گروه 25 نفره از زندان تاجیکستان بدون کدام آشوب فرار کردند و احتمال زیاد است که خود مقامات این کار را طراحی کردند، آنها را رها کردند تا اینکه وزیر امنیت اون وقت عبدالرحیموف رو از منصب بگیرند با یک
عیب، با یک کمبودی و در جایش نفر دیگر رو که بعدا یتیموف آمد ایشان رو بگذارند و برای اونها یک دلیل قوی لازم بود که این دلیل تراشیده شد، ساخته شد. ولی حالا اگر بگذار اون یک عملی از طرف خود محبوسان طرح شدن باشد ولی آشوب نبود، اون یک عملی فرار بود. اما وقتی که گویا با روایت حکومتداران یک گروه دست با سلاحی سرد میزنند، برای مثال اونها کارد و اسباب یا اشیاء دیگری تیز را استفاده میبرند در مقابل سلاحی که اون محافظان دارن، کارمندان مقامات دارن، زندانبان ها دارن، چیکار کرده میشود با چند چاقو و کارد و آهنی تیز؟ و سوال بعدی این است که چگونه اینها این کارد و اینها را به دست آوردن و از همه عجیبش این که اونها این کلاهای مخصوص دوخته شده رنگ و بار کرده با رمزهای داعش را در کدام цех یا فابریکه دوزندگی داخل زندان آماده کردند که با آنها این شرایط، این امکانیت را داد؟ تا جایی که ما خبر داریم یعنی تمام رفتار و کردار زندانبان‌ها در داخل زندان تحت نظارت است و عملا این کار کرده نمیشه. و چی نیاز داشتن؟ مثلا یک محبوس اگر دست با آشوب زدنی است و میخواهد چند نفر رو بکشد، همون یک رمز داعش در پیشانه‌اش با اون هم از قبل دوخته شده یا پرچمی تیار، با او چی کمک میکند که با اون هدفش برسد؟ برعکس اونا تلاش میکنن در چون حالتها اگر کسی هم اعضای داعش یا هر گروه هم باشه در داخل زندان بخواهد که به یک هدف برسد، برای مثال فرار کند، تلاش میکند که کمترین نشانه یا کمترین کاری را انجام ندهد که باعث شک و گمان شود و سیر آنها را آشکار کند. یک نفر کارد و چاقو و سلاح را میگرفته است، بازم پرچم داعش در دستش و با اون رمزها در پیشانش بستگی یا در قفس سینه‌اش، بعد میخواسته است که فرار کند. با این رمز و با این پرچم و با این کلاه تا کجا فرار میکند؟ کجا میرود؟ اون از در زندان برآمد میگیرندش، یعنی اولین میلیسیونر یا اولین کس او را حبس خواهد کرد. پس تمام این روایت ها نه منطق دارد، نه با عقل راست میگیرد و نه با همون عکس و نوارهایی که خودشان نشر کردن موافقت میکنند. بنابر همین من شخصا 100% این را یک عملی طراحی شده از طرف مقامات میدونم و حالا چرا این کار را کردن خودشان میدونند. در این قسمت ما تنها حدس و گمان زده میتوانیم که چه عامل میتواند سبب شود که مقامات جمهوری تاجیکستان امروز دست به چنین یک صحنه‌سازی در زندان زدن، صحنه‌سازی نوبتی البته، و چرا باز با استفاده از پرچم داعش. و این بار اول هم نیست. حتی ببینید من چرا این حرف رو میگم که صحنه‌سازی است و استفاده از نام داعش، از پرچم داعش برای تاجیکستان یک وسیله بسیار هم سبک و آسان برای هم پوشاندن جنایت‌های خود و هم برای سرکوب کردن مخالفین و اپوزیسیا و شدید کردن نظام امنیتی در جامعه، در زندان‌ها فقط نه، در جامعه، در مناسبت با احزاب، با رسانه‌ها، با مردم، از ترساندن مردم از داعش استفاده میکنند یا متهم کردن، تهمت کردن به اپوزیسیا و به دیگر نفرها. من یادم هست وقتی که خدا جایش رو جنت کند، داملا قربان بود منانوف، نماینده رهبر حزب ما در شهر نورک، یک روز به من زنگ زد، گفت که باید که عاجلاً ببینم. گفتم گپ زن تلفنی. گفت که نه من باید ببینم. گفتم بیا دوشنبه. بعد 1 ساعت 1.5 یا 2 ساعت رسید. بسیار سراسیمه آمد. گفت که حادثه چنین است. یعنی همین صبح رفتیم اداره دفتر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر نورک، در را باز کردیم. اول دیدیم که یک تیرازه شکسته است، مثل همین. در را باز کردیم، در زیر میز در داخل اتاق پرچم سیاهی داعش پیدا کردیم، پرتافته شده از همونجا. و بلا فاصله وقتی این پرچم رو پیدا کردیم با مقامات پلیس زنگ زدیم و مقامات امنیت و پلیس اونها رو دعوت کردیم و گفتیم که خب بیاید این مسئله رو فیصله کنید، قضیه رو ببینید که ما در داخل دفتر کاریمون، دفتر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، پرچم داعش پیدا کردیم و این کار رو باید میلیسیا تحقیق کند.
یک کمی رفت آمد شد، پروتکل کردن. بعد گفت که مقامات پلیس گفتن که خب دیگه ما عریضه شما را گرفتیم، درخواست شفایی شما را گرفتیم، نیاز به عریضه ندارد، عریضه هم ننویسید و این مسئله فراموش کنید، ما این قضیه را خودمون سر و کار میگیریم و دیگه شما پای کار خودتون شوید. و داملا گفت که من میگم که برای چی من پس کار خود شوم؟ در دفتر نهضت اسلامی تاجیکستان پرچم داعش پیدا شده است، شما این رو تحقیق کنید، به ما بگید که کی آمده است، کی در آمد شب، کی گذاشت، برای چی گذاشت و این برای ما خیلی خطرناک است. تصور کنید یک نفر خودش مراجعت میکند، میگه در دفتر کاری من پرچم داعش پیدا شده است. میلیتیا در اول یک گروهش جدی کار را سر کردن، بعد در دوام نیم ساعت گفتن که تمام، ما این مسئله رو فراموش کنید، دیگه پس این کار نگردید، ما خودمون به این کار مشغول میشیم. و حتی اجازت ندادن که عریضه خطی بنویسد. وقتی عریضه خطی نویسه میشود اون ثبت میشود، باید از بالا اون کار کنند. یعنی مقامات قدرتی تاجیکستان دستور گرفتن که مسئله رو فراموش کنید و دنبال این نگردید. برای چی؟ برای اون که خودشون گذاشتن در اونجا یک گروه دیگرش و اون میلیته محلی شاید از این کار خبر نداشت. در اول خیلی جدی گرفتن، با نماینده حزب ما همکاری خوب کردن، بعد از بالا سپاری شد که مسئله رو خاموش کنید، کاری شما نباشد، یعنی اصلا دیگر در این باره صحبت نکنید. برای چی؟ برای که آنها میخواستند که یک گروه دیگر بیاید دفتر حزب رو بندد، کفتکاو کنند، از اونجا پرچم داعش پیدا شود، این رو بر دوش نهضت اسلامی تاجیکستان، بر دوش نمایندگان ما بزنن که نهضت اسلامی تاجیکستان با داعش همکاری میکند. این قبل از انتخابات 2015 بود، سال 2014 و یعنی قبل از انتخابات در ادامه همون تهمتایی که به نهضت میکردند و به ملاها و بدین داعشی بودند و تهمتای زیاد، باز یک پرونده سازی دیگر کنند با نام داعش که الحمدلله داملا قربانی رو آشکار کرد. اما از بالا سپارش دادن که دیگر در این باره گپ نزنید. هرچند که ما مراجعت میکردیم، خود داملا قربان و با مقامات دیگر، اصلا کسی در این باره صحبت کردن نمیخواست. تصور کنید که در دولتی که واقعا با داعش مبارزه میبرد، در یک اداره کاری پرچم داعش پیدا شود، یعنی این باید یک عملیات بسیار جدی رو از طرف مقامات طلب میکند که تحقیقات برند، ریشه‌کاوی کنند، از کجا آمد، کی ماند، چی میخواست، ولی فراموش کردن. چرا؟ برای اینکه خودشون گذاشته بودن، میخواستند یک تهمت نوبتی رو به نهضت اسلامی تاجیکستان ببندن. همونطوری که در بالاخانه جیانی استاد سید عبدالله نوری داملا نصرت پرچم داعش پیدا شد و اونا بردن خودشون خبر کردن، مثل همون که میخواستن خانواده استاد نوری رو تهمت کنن، که بالاخره باز با تهمت‌های دیگر امو بنده خدا رو زندانی کردن. اما در اول میخواستن با ارتباط به داعش که از چردک از بالاخانه پیدا کردیم، ولی بعدا خودشون که این کار آشکار کردند و بردن به مقامات سپاریدن، اون مثلا فراموش شد، خنثی شد و در یگان جا شما خبری رسمی دولتی پیدا نمیکنید، رسانه‌ها خاور یا دیگر رسانه‌ها که در دفتر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا در خانه یکی از خویشاوندان استاد مرحوم سید عبدالله نوری پرچم داعش پیدا شده است. برای چی؟ برای که خودشون گذاشتن. و اون حادثه‌ای که در دنقره شد و اون کارهایی که در اونجا تاجیکان با نام داعش شرکت میکنن، از آن جمله این حادثه چند روز پیش در زندان شهر وحدت هم، من در این شک ندارم که این کاری ساخته خود مقامات است با استفاده از نام داعش، نام گروه‌های دیگر، تا اینکه مردم رو سرکوب کنن و مردم رو بار دیگر بترسانن. ده ها دلیل و ده ها معلومات‌های دیگر است که محمد ظریف این چارچوب برنامه شما اجازه نمیدهد که ما همه این معلومات‌ها را در حال حاضر بگم، چون که دیگر سوال‌ها و موضوع هم داریم. تشکر. حالا دست داشتن قوای خارجی را یعنی رد میکنید شما؟ نه، من کاملا دست داشتن قوای خارجی، کدام گروه خارجی را رد میکنم. من در یک صحبت دیگرم با کدام یک رسانه افغانستانی هم، این مخالفان افغانستان از بیرون، که اونها هم خیلی تلاش میکردن که همون روایت حکومت تاجیکستان رواج بدین که این کاری طالبان هست یا حداقل کاری انصارالله هست، نیروهای مبارز تاجیک است که با
طالبان همکاری دارن یا در اونجا هستن که من این را کاملا در اون صحبت با اون بلاگر افغانم رد کردم و حالا هم رد میکنم، برای آنکه اصلا چی معنی دارد که طالبان یا که انصارالله از افغانستان ایستاده مدیریت کند برای یک مثلا برگزاری آشوب در زندانی وحدت که صدها کیلومتر از مرز دور است و در اونجا یگان شخصیتی بسیار هم معروفه که نماینده طالبان باشد یا انصارالله باشد در اونجا زندانی نیست. برای مثال همون چند نفره که در اونجا کشته شدند، یعنی کی از بیرون اونها رو میخواست که آزاد کند؟ اونها چی تاثیر در جامعه تاجیکستان دارند؟ چی شخصیت هستند؟ نه یگان رهبر، نه یگان شخصیت کلیدی. و اصلا چی ضرورت دارد برای انصارالله یا برای طالبان یا برای هر کسی دیگر از خارج که یک عملیات در داخل زندان طراحی کند و اونم در مرکز تاجیکستان؟ و هدفش چی است؟ چی میخواهد؟ اگر واقعا این قدرت رو دارند، این توانمندی رو دارند که یک عملیات رو در داخل تاجیکستان انجام بدهند، باید در مناطق مرزی در یک جایی که بعد اون نتیجه بدهد. اما در زندان برای چی؟ و چه خاطر؟ بنابر همین این روایت هم به یگان معیاری نه جامعه شناسی نه سیاست شناسی و با واقعیت ها هیچ ربط ندارد و کاملا یک روایت ساخته و بافته است. دادگاه عالی تاجیکستان حکم گمانبران در قضیه تبادلات را هم اعلام کرد و از 17 تا 27 سال زندان با مصادره اموال. حالا بررسی این پرونده پس درهای بسته، چون همیشه پرونده هاشون پس درهای بسته است. حالا با این حکم های سنگین چی مقصد داشت؟ مقامات چی پیام میخواست برای ملت بسیار نظر شما است؟ ببینید، همین که این مرافعه ها پس درهای بسته برگزار می شود یک دلیل دارد. دلیلش همین که حکومت در دستش هیچ فکت و رقم و هیچ دلیل قویه برای به دادگاه کشیدن این افراد ندارد. همونطوری که دادگاه های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، زید سعید و بزرگمیر و تمام مخالفین را پس درهای بسته انجام می دهد، برای آن است که جامعه آگاه نشود که چی تهمت‌های در حق اینا کرده ایستادند. چون که اگر منطق را ببینید، اگر که هر کسی دلیل دارد، دلیلش قوی است، نمیترسد از آشکار شدن دروغ‌هایش، او باید برعکس منفعت‌دار باشد که یک دادگاه عادلانه باز برگزار کند تا اینکه طرف‌ها بگویند، بشنوند، رسانه‌ها باشند، ادوکات‌ها باشند، خویش و تبار گمانبر شده ها باشند و جامعه هم آگاه شود و جامعه قانع شود که یعنی واقعا حکومت این افراد را به گناه سود نکرده است. ولی چون حکومت هیچ دلیلی ندارد، همه در اساس بافته و ساخته های مقامات تفتیشاتی و با سپارش نفران اول کشور هست، اینا مجبورن که دیگر این دادگاه ها را، این مرافعه ها را پس درهای بسته برگزار کنند و بالای مردم همون روایت های خود را تحمیل کنند. و پیامش چی است؟ پیام آشکار است. یعنی پیام اساسی حکومت این است که من میتوانم دزد، غارتگر، جنایتکار، فاسد، پاره‌خور و هر کسی را هم که باشد آزاد کنم، ببخشم، اصلا جزا ندیم. همونطوری که امام رحمان در یک صحبتی آشکار تلویزیونیش یک کروپسیونر دزد را که از تیم خودش است با بهانه آنکه جوان هستی از 15 سال زندان همونجا آزاد کرد، برخلاف قانون، برخلاف منطق و با سوء استفاده از مقام و منصبش این کار رو کرد که این خودش یک عملی جنایتی هست. چون غصب حاکمیت در اونجا عملا صورت گرفت. غصب کدام حاکمیت؟ غصب حاکمیت سوری از طرف حاکمیت اجرایی. پرزیدنت یک کشور رهبر حکومت اجرایی است یا شاخه اجرایی حاکمیت است، نه رهبر شاخه سودی یا شاخه قانونگذار. اما رحمان در اونجا همچون رهبر شاخه اجرایی حاکمیت صلاحیت شاخه سودی کشور رو غصب کرد و در همونجا در تالار او را آزاد کرد که این گونه عفو کردن و بخشیدن رو قانونگذاری جمهوری تاجیکستان پیش بینی نکرده است. یعنی اینجا جنایت صادر شد و باید در همونجا
прокурори генералӣ алайҳи Эмомалӣ Раҳмон парвандаи ҷиноӣ боз мекард барои ғасби ҳокимият, аммо ин корро накард. Аммо паём чӣ буд? ман метавонам бибахшам ба шарте ки ин ҷиноят ё ин амал амали сиёсӣ набошад. Аммо агар як нафар шаҳрванди Тоҷикистон мисли Ҳамрохон Зарифӣ, Саидҷафар Усмон, Акбаршоҳ Искандар, Аҳмадшоҳи Комил ё Шокирҷон, мисли Маҳмадалӣ Ҳаиту, Саид Умару, Бузургмеру Зайду ино ё ҳар каси дигар ки агар камтарин амали сиёсӣ мекунад ва он амал агарчи қонунӣ аст, дар чорчӯби қонун аст ва Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷоза медиҳад, Эмомалӣ Раҳмон мегӯяд ман ин гуна амалро намебахшам. Дуруст ки қонун ба ту иҷоза додааст, аммо ман мегӯям ки ин корат барои ман хатар дорад, барои ҳокимияти ман хатар дорад. беҳуда худашам дар як суҳбат нагуфт ки ҳар кореро ки мекунед, аммо ба сиёсат кордор нашавед. ба сиёсат ки кордор шудӣ, ҷазоро ҳатман хоҳӣ дид. пас ин паём ҳамин аст ки яъне пирамардоне мисли Акбаршоҳ Искандарову, Ҳамрохон Зарифию, масалан Аҳмадшоҳи Комил чӣ хатар доштанд, чӣ амали сиёсии ғайриқонунӣ карданд, аслан чӣ амали сиёсӣ карданд. ҳоло ғайриқонунишу қонунию ғайриқонунӣ як тараф истад. ғайр аз Саидҷафар Усмон ки сиёсатмадор буд ва фаъолияташ дар парлумон амали сиёсӣ аст, раҳбари ҳизби сиёсӣ будан худаш амали сиёсӣ аст. мо дар онҷо фақат як касе доштем ки амали сиёсӣ мекард ва онам амали сиёсие ки ба нафъи худи ҳукумат буд. яъне яке аз тарафдорони сарсахти Эмомалӣ Раҳмон алайҳи мо гап мезад, зидди мо мавқеъгирӣ мекард, гоҳ-гоҳ як мавқеъгириҳои бисёр ҳам зидду нақизу хандаовар, вале билохира ба фоидаи Эмомалӣ Раҳмону ҳукумат. аммо чаро ин корро ҳукумат кард ва ин паёмро ба мардум фиристод ва ин паём чи аст? ин паём ин аст ки ман гоҳ-гоҳе ҳар чанд сол пас ё як амалиёт дар як минтақаи Тоҷикистон амалиёти низомӣ мегузаронам, мисли ки чанд бор дар Бадахшону Кӯлобу Рашту ҷоҳои дигар кард, ё чанд нафар аз шахсиятҳои нисбатан фаъол, нисбатан маҳбуб дар назди мардумро, ҳоло фарқ надорад он ба чӣ хотир маҳбуб аст, ман зиндонӣ мекунам, чун яке инҷо бод омили бухлу ҳасадам таъсир дорад, чун баъзе нафарҳое ҳастанд ки аслан як нафари маъруфу маҳбуби дигарро таҳаммул карда наметавонанд. фарқ надорад ки он нафар ҳоло сиёсатмадор ҳаст нест. нафароне мисли масалан Ҳамрохон Зарифӣ ки хеле як сиёсатмадори бисёр калону барҷаста набуд, аммо ҳамчунак дипломат, бисёр инсони вораста, бисёр хушмуомила ва маҳбубияту мақбулият дар байни қишрҳои ҷомеа, бахусус дар байни бюрократияи Тоҷикистон, дипломатҳои Тоҷикистон дошт. ва агар касе дар куҷое гуфта бошад ки барои мисол Ҳамрохон Зарифӣ ё ин ки Саидҷафар Усмон ё ин ки Акбаршоҳ Искандаров ҳамчун собиқ раҳбари давлат ва раиси шӯрои олӣ сазовори раҳбарии давлат ҳастанд, шоистаи он ҳастанд ки президент бошанд аз нав, ё ягон чизе гуфта бошанд, ин кофӣ аст барои мақомоти имрӯзаи Тоҷикистон ки дар асоси он бухлу ҳасаду кина ва дар заминаи он ки чеҳраҳои шинохтаву маъруф ҳастанд ва кадом як ҳарфи онҳоро ё ки ҳарфи дигарон дар бораи онҳоро далил мекунанд ва инҳоро парвандасозӣ карданд, барои ҳам саҳнаро пок карданд ва ҳам паём фиристоданд ба ҷомеа ки шумо ҳақ надоред фаъоли сиёсӣ бошед, ҳақ надоред назари мустақил дошта бошед ва ҳақ надоред дар байни мардум маҳбубу мақбул бошед. дар Тоҷикистон бояд як нафар мардум ӯро дӯст бидоранд, ҳатто агар дӯст ҳам надоранд, бояд ин дӯст доштани худро дар нохунак ба як шакле зоҳир кунанд, намоиш бидиҳанд. аммо нафарони дигар дар Тоҷикистон ҳақ надоранд ки мардум онҳоро эҳтиром кунад, дӯст бидорад, онҳо бо хусусан агар боз назари мустақил дошта бошанд, мисли Шокирҷон Ҳаким, мисли Аҳмадшоҳи Комил ки билохира яке рӯзноманигор, дигаре ҳуқуқшинос буд, инҳо бояд назари мустақил дошта бошанд, ғайри ин шуданаш имкон надорад. ман паёмҳоро асосан дар ҳамин мебинам ки яъне ҳам ҷомеаро тарсондан, ҳам ба сиёсатмадорон, ба шахсиятҳои мустақил паём фиристоданд ки
پایتان را از اون مرزی که من میگذارم بیرون نمونید. اون مرز قانون برای من هیچ ربط ندارد. مرز فرهنگ جامعه و آینده کشور هیچ ربطی ندارد. مرز رو من میگذارم که در تاجیکستان کی باید چی بگید و این پیام ها رو جامعه گرفت. اما سوال این است که جامعه وقتی این پیام رو گرفت چگونه مناسبت خواهد کرد؟ یک گروه مثل ما میگیم که ما پیام رو دریافت کردیم اما اطاعت نخواهیم کرد، برعکس تمام تلاش خود رو خواهیم کرد که این وضعیت تغییر یابد. در تاجیکستان هم همین پیام ها رو میگرفتیم و واکنش میکردیم که نه ما کار خود را دوام میدیم و ما هم میگفتن که زندانی میکردن دوستان ما را که این برای شما پیام است. وقتی که نماینده های ما را در منطقه ها در مرکز معاون عضو ریاست جلال الدین محمود و دیگران را زندانی میکردن، پیام به من بود، پیام به دیگر اعضای ریاست بود که خب این به شما هم میرسد، شما باید رفتار خود را تغییر بدید. رفتار خود را تغییر بدید یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که رحمان میگوید برخلاف قانون هم باشد، برخلاف منفعت های ملت هم باشد، شما باید انجام بدید. که ما البته گفتیم نه، یک حزب سیاسی اپوزیسیونی برای اون نیست که هرچی قانونی و غیر قانونی رهبر یک حزب دیگر یا رئیس حکومت میگوید او را اطاعت کنند. ما فقط قانون را اطاعت میکنیم و منفعت های ملی و آیین‌نامه و برنامه حزب خود ما رو. و همین بود که بعد وضعیت رو کار رو به این حد رساندن. من فکر میکنم که ملت باید این پیام ها رو جدی بگیرد و چون که دیر یا زود وقتی که دیگر سیاستمدار رو زندانی کردن، یک گروه دیگر شاید ما هم گفتیم که خب با ما چه ربط دارد، نوبت ما نیست که. وقتی که ما رو به همین حال رساندن، دیگران شاید که همین کسانی که متاسفانه زندانی شدن شاید یا میگفتن خب با ما ربط ندارد، ما که نهضتی نیستیم، اپوزیسیون نیستیم، چرا من بیام محکوم کنم، چرا من بیام واکنش کنم. و بعد این سلسله دوام کرد. رسانه‌های مستقل، ادوکات‌ها، بلاگرها و تاجران را به همین روز گرفتار کردند و امروز دیگر رسیدن به افراد نزدیک خودشان که ممنون خان ظریفی وزیر خود رحمان بود، سید جعفر عثمان رئیس یک حزب خودش ساخته دست نشان داده خودش بود و دیگران هم تقریبا همین خیال. البته شخصیت‌های دیگر مثل شاکر جان که یک شخصیت بسیار ورزیده و دارای پوزیسیون و موقع انسانی با شرف، موقع سیاسی بسیار پرقدرت و مستقلانه بود. احمد شاه کامل هم یک شخصیت معروف و اکبر شاه اسکندرов که به نفقه رفته بود و هیچ نه یک موقع ضد رحمان داشت و نه طرفداری از رحمان میکرد، همچنین یک نفقه خور دنبال کار و زندگی خودش بود. اما برای رحمان این کافی نبود و رحمان دیگر اون حلقه را در گردن ملت تا حد تنگ کرده است که اگر فردا یک نفر را از داخل خانواده هم اگر زندانی کند من تعجب نخواهم کرد. چرا؟ اگر ببیند که همون نفر از داخل خانواده برای شخصی خودش، برای منفعت‌های خودش خطر داشته باشد، اگرچه فرزند صادق خانواده و فرزند صادق ملت هم باشد. حالا در همین پرونده وارد کردن رخشانه حکیم و همچون یک زن و روزنامه‌نگار و مادری کودک شیرخواره اون هم، حالا برای این قضیه بگیم یک رنگ بله صدات محمد ظریف نیست. صدات بله بفرما. بخش صدا هست؟ بله هست صدا، بفرما. کسی زنگ زد دیگر. حالا این زن این هم مادر بگیم در این قضیه وارد کردن و حالا یک در وقت صحبت شما در ذهنم یک چی میگن گمان آمد که شاید اگر مقامات از وارد کردن این زن در این قضیه یعنی هدفمندانه بود و میخواستن که با این یک کمتر میدونستن که مردم یک کم و بیش به خاطر که زن است و کودک دارد و روزنامه‌نگار زن است، یک مردم کم هم باشد یک کم سر و صداها میکند و یک علنگه های برپا میشود و با این ناگهان از کدام سراغ پیشوای نجات بخش و پیشوای بگیم مهربانشون پیدا میشود و شاید که عفو میکند و این
حالا شعله‌ای که کم کم داشت بیدار میشد، نه اینکه خاموش نمیشود، بلکه شاید مسیرش عوض میشود و میروند به دنبال باز شکرانه کردن و دنبال از پیشوا قدردانی کردن. حالا تا چه اندازه نظر شما به این تخمین ما که حالا در ذهنم کم کم اومد میتواند واقعیت داشته یا با واقعیت نزدیک باشد و یا اون من این وارد کردن این خانم در این قضیه هدفمندانه بود یا که تصادفی بود؟ فرمایید. بدون شک محمد ظریف، بدون شک وارد کردن این خانم هدفمندانه بود و اصلا رخشانه یک قربانی هست، قربانی شد در این قضیه، چون رخشانه و مثل رخشانه دیگر فعالان و روزنامه‌نگاران دارند کار خود را انجام میدهند. یک روزنامه‌نگار باید تحقیقات بگذارند در یک موضوع، برای مثال نفوذ امریکا در تاجیکستان، نفوذ روسیه در تاجیکستان، نفوذ چین یا نفوذ گروه‌های بیرونه، نفوذ برای مثال تاثیر آمدن ترامپ در همچون پرزیدنت امریکا با آسیای مرکزی چی ربط دارد، چه تاثیر دارد، چقدر میتواند به طرف خوبی و بدی تاثیر برساند. اینا سوال‌های طبیعی عادی هستند و کارشناسان، روزنامه‌نگاران تحقیقات می‌گذرانند. رخشانه اگر برای در موضوع تأثیر چین در اقتصادیات تاجیکستان تحقیقات گذرانده باشد، فرق ندارد اون برای یگان رسانه خودش از پیش خود یا در همکاری با کدام مرکزهای تحقیقاتی یا روزنامه‌های خارجی. برای مثال دیروز پری روز به من زنگ زد یک محقق امریکایی و تحقیقات گذرانده ایستاده است درباره آن که این قرار اخیر ترامپ برای قطع کردن فعالیت یوساید و قطع کردن کمک‌های امریکا به کشورهای بیرون و سازمان‌ها چی تأثیر در تاجیکستان و آسیای مرکزی خواهد رساند. ما 1.5 ساعت شاید کمتر و بیشتر صحبت کردیم و او حتما اون تحقیقات خود رو در یک جا نشر میکند و از منم خواهش پرسید که آیا من میتوانم اقتباس بیارم نام خودت رو یا انانیم. نگفتم راحت اقتباس بیار، من جای ترس نیست، چون کاری ما قانونی است، کاری اون محقق هم قانونی است، سوال هم قانونی است، رفتاری من هم قانونی است و این یک کاری عادی است. چرا حکومت امریکا مگر بیاد اون محقق امریکایی را برای زندانی کند که چه حق داره درباره تاثیر یا نفوذ قرارهای ترامپ در تاجیکستان تحقیقات بگذرانی؟ منطق کجا است؟ این قانون کجا است؟ و چرا حکومت تاجیکستان رخشانه رو برای چنین تحقیقات در تاجیکستان باید زندانی کنند؟ نه، این برای این نیست، بلکه این هم پیام دارد. این از قبل یک نفر، یک خانوم باز باید که قربانی این کار شود. همون طوری که ببینید خانم ظرفا رحمانی رو عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود، در برابر دیگر فعالان شخصیت‌های سیاسی تاجیکستان زندانی کردن از نهضت اسلامی تاجیکستان. ولی عجیب این بود که اگر بگویند که او را همچون اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ما زندانی کردیم، فرق ندارد زن است مرد هست، پس سوال با وجود میاد که چرا برخی اعضای ریاست عالی حزب را که در دوشنبه بودن زندانی نکردند و حتی پرونده باز نکردن تا امروز هم. مثلا اونم مثل ظرفا، مثل محمد علی حید، مثل من، مثل شانعیم دیگرها، سید عمر عضو ریاست عالی بودیم، ولی چرا یک قسم را، اکثریت را البته پرونده باز کردن، حبس کردن، یک قسمی کوچک را نه، و چرا باز ظرفای رحمانی را بردن زندانی کردن و میدونستن که مادر است، زن است و هیچ گناهی نکرده است. و دقیقاً همون وضعیت که حالا با رخشانه آمده است و واقعا رخشانه چند طرفه مظلوم است. یکی که بدون کدام گناه زندانی شد، دوم این که رخشانه رو دقیقاً آوردن در اونجا زندانی کردن که جامعه دیگر درباره شاکر جان حکیمی عمکش صحبت نکند، درباره همراه خان ظریفی و درباره احمد شاه کامل و دیگر زندانی‌ها اصلا صحبت نکنند. تمام فکر و ذکر و دلسوزی و رحم مردم به رخشانه روانه شود. چرا؟ برای که مادر دو کودک، دو طفل بیگناه خردسال است، گناه نکرده است، جوان هست و امام علی رحمان بعد میاد در نقشی یکم دو تا نتیجه میگیرد. یکی دقت رو از کاملا این پرونده دروغ
میکشوند به سمت دیگر، به سمت یک فرد. بعدم احتمال زیاد است که در نقش یک رهبر یا پیشوای خیرخواه و دلسوز و غمخوار ملت و با رحم باز برآمد کند، به صحنه بیاید و رخشانه را عفو کند که این باز عفو کردن یا عفو شدن رخشانه هنوز هم احتمال است. ما هیچ گفته نمیتوانیم. مثل که ظرفا رو چگونه بخشیدن و جواب دادن، اول آوردن مجبور کردن که بیانی ها بدهد و علیه ما و آن چیزی را که میخواستن کشیده گرفتن از زبان ایشان مجبوری و مریض هم بود و تحت فشار جامعه و کورپس دیپلماتی قرار گرفتن، چون خیلی از سازمان های حقوق بشر، روزنامه‌نگاری، سیاسی برای ظرفا خیلی تلاش کردند. جامعه خیلی صدا بلند کرد که مادر است، زن است، گناهی نداره و امام علی رحمان مجبور شد که هم به خاطر منفعت‌های سیاسیش هم به خاطر رها کردن خود از این فشار بین المللی و جامعه دست به آن زد که ظرفا را الحمدلله که رها کرد. اما آیا رخشانه را به همین راحتی رها خواهد کرد؟ مثلا همین اقدام‌های بسیار جدیه که مثل که در زمان ظرفا رخ داد، چند حالت دیگر میرسعید خیرالله میرسعیدوف رخ داد، در مسئله نبیره من حمزه جان رخ داد که جامعه به جوش آمد، تلاش کرد، نوشتن، گفتن، نابسته از آن که اعضای کدام حزب طرفدار یا مخالف حکومت همه صدا بلند کرد. حکومت مجبور شد که ظرفا را رها کند، خیرالله را، میرسعیدوف را رها کند، نبیره ما را رها کند و چندین کسای دیگر را. من باور دارم که اگر جامعه همون طوری که بسیار حاضر خوب، البته کافی نیست از نگاه من، یعنی بازم باید که بیشتر در این باره گفت، بیشتر باید بسیج شد. هر کسی کمترین ضمیر انسانی دارد، وجدان دارد، فرق ندارد اون اپوزیسیا است، ژورنالیست است، طرفدار حکومت است، خارجی و داخلی است، باید صدا بلند کند و امام علی رحمان بگذار به فایده خودش هم بهره برد، خالی سیاسی بگیرد، چهره خودش را همچون یک خیرخواه و رحمدل نشان بدهد. این دیگه مهم نیست، مهم که رخشانه را رها کنند و این کار شدنی است اگر به شرطی که مردم، ملت، جامعه مثل که در قضیه‌های دیگر یک صف و یک در یک جبهه قرار گرفتن، اگر همین گونه رفتار کنند، حتما انشاءالله این برهایی و آزادی رخشانه انجام خواهد شد. ولی این باز تکرار میکنم وابسته به اون است که ملت، مردم چگونه رفتار میکنند و تا چه حد فشار خواهند آورد. آماد باشید استاد برای این صحبت‌های خوب. یک سوال دیگر دارم در اخیر. چند روز پیشتر پیشوای اسماعیلیان جهان از دنیا گذشتند و شما هم در شبکه توییتر خود و حالا ایکس در گذشت این آقاخان 4 را به پیروان و پیوندان تسلیت گفتید و در اونجا جمله اشاره کردید که ملت این شهامت را دارد که همه ناحقی ها با او و پیوندانش را آینده جبران کند. یعنی ناحقی ها منظور چی است و ملت چگونه میتواند این جبران کند؟ اگر پر همون یک کمی شرح میدادید همون تسلیتی خودم در اینجا ممنون میشید. بله، من در صفحه توییتر خود این جمله ها رو نوشتم و بار دیگر با استفاده از این فرصت در گذشت شاه کریم آقاخان 4 رو به همه پیروانش، بخصوص به هموطنان اسماعیلی عزیزمان تسلیت میگویم و برایشان صبر جمیل را تمنا دارم. البته حالا چون دیگر آقاخان 5 شاه رحیم به جای ایشان برگزیده شد یا تعیین شد و امروز هم که مراسم جنازه ایشان بود در شهر لیسابون و شاید که حالا این دو حادثه، یعنی هم در گذشت آقاخان 4 و هم تعیین آقاخان 5 همزمان آمد و اولی رو تسلیت میگم و بعدی رو برای هموطنان عزیزمون، برای مردم اسماعیلیه تبریک تهنیت میگم، چون واقعا جایگاه آقاخان همچون پیشوای معنوی برای مردم اسماعیلیه در سراسر جهان یک جایگاه خاص است و این مقام پرزیدنتی و کدام پیشوا و کدام
سروزیری نیست که کسی بگه که خب آیا چرا باید تبریک گفته شود، ترامپ اومد چرا مردم امریکا رو باید تبریک بگیم، یا رحمان پرزیدنت شود یا ماکرون یا کسی دیگر. اما نه، اینجا بعضی شخصیت ها، بعضی مقام ها برای بعضی قشرها اهمیتش از پرزیدنت و مقامات و منصب دیگرها بالاتر است، جنبه روحی، معنوی و حتی در بعضی حالات ها قدسیت دارد. و بنابر همین اینجا دوستان این مسئله رو امیدوارم که درست درک میکنن و میفهمن. و قسمت اون دیومی سوال شما که من گفتم که ملت تاجیک این شهامت را دارد که در آینده این ناحقیه که در حق پیشوای اسماعیلی‌های عالم رخ داد در تاجیکستان و در حق پیروان این مذهب رخ داد، اینها را به یک شکل مناسب جبران کند. و حالا شما میگید که منظور چی بود؟ من حالا فکر میکنم که مردم شاید درک کرده باشن که منظور از این ناحقیات چی بود و چگونه این را باید میتوان یک ملت میتواند جبران کند. ناحقی اگر بار دیگر ضرور باشد که یک چند تاش را نامبر کنم. ببینید، آقاخان 4 برای تاجیکستان بسیار زحمت ها کشیده است، بسیار خدمت ها کرد. من این آن چیزی که ساخت و آن چیزی که بنا کرد و اون مقدار علم و دانش را توسط نهادهای علمیش به تاجیکستان آورد، این را اصلا دیگر نمیشد این را بها داد، چون به بها هست، به ارزش است. و از همه مهمترین چیز برای یک ملت این دانش و توانمندی ها هست که آقاخان از طریق استرکتورهای خودش به تاجیکستان این توانمندی های علمی و فکری را می آورد، فراهم می ساخت، دانشگاه می ساخت، دانشگاه را ساخت، مرکزهای علمی و خیلی از جوانان تاجیک را برای گرفتن معلومات بهتر در خارج کمک کرد. اما مهمتر از این همه و اون چیزی که من میخوام بگم که آقاخان برای ملت تاجیک چیکار کرد، در اوج جنگ شهروندی که بسیاری از سازمان‌های خیریه بین المللی حتی جرأتی به تاجیکستان آمدن نمی‌کردند، شبکه‌های آقاخان نه تنها به مردم اسماعیلیه در بدخشان، در پامیر، بلکه به منطقه‌های جنگ زده دیگری تاجیکستان کمک‌های اولیه خود را رساندند و این برنامه تا روز آخر بردوام بود. و بخصوص در منطقه‌های کوهستان یک برنامه خاص داشت فاندی آقاخان در رشد منطقه‌های کوهستانی تاجیکستان که من خودم به واسطه شاهد این کارها بودم و واقعا این زحمت کم نبود و قضیه تاجیکستان را، اونه که جامعه جهانی باید به تاجیکستان رسیدگی کند، یک قسمش مدیون فعالیت‌های آقاخان 4 بود و هر کسی دیگر در هر یک کشور دیگر اگر همین کار رو میکرد، من فکر میکنم که رهبریت اون کشور، مقامات دولتی اون کشور به این شخص، به این گروه یک جایگاه ویژه و خاص، حداقل یک مینتداری خاص را به یک شکل بیان میکردن، نه مثل حکومت جمهوری تاجیکستان که واقعا ناحقی کرد، واقعا ناجوانمردی شد. البته اون ناجوانمردی که نسبت ماها کرد، نسبت تاجیکان دیگر کرد، نسبت اپوزیسیا نهضت طرف دیگری سو کرد، در این دیگر بحث نیست. این معلوم شد که ناجوانمردی در خون و پوست اونها وجود دارد. اما نسبت یک نفری که نه به تو اپوزیسیا است، نه مخالفت است، باز کمکت هم کرده است. بارها آقاخان 4 در محفل‌های بین المللی امام رحمان رو برده معرفی کرده، قضیه تاجیکستان را لابیگری کرده است. اما در آخر چیکار کرد؟ در آخر فاندهای او را محدود کرد، شبکه او را میتوان گفت که تقریبا از کار باز ماند. در تاجیکستان دانشگاهی که ساخته بود اون رو دولتی کردن، چندین انشاءات و مالکیت دیگر رو هم از اونها گرفتن. فقط همون مونده است که همون مرکز اسماعیلیه رو در دوشنبه هم مصادره کنند و بگیرند به نفع دولت. و علاوه بر این چه جنایت‌های نسبت پیروان این مذهب در تاجیکستان کردن. اون چند یورش نظامی به قسمت بدخشان زیر بهانه سرکوبی گروه‌های جنایتی و کسان دیگر و این جنایت‌هایی که اخیراً در خاروق، در روشان، در منطقه‌های دیگر کرده شد و اون وضعیتی که الان ما دیده ایستادیم. حالا شاید که حتی بعضی از
زادگان پامیر، بدخشان خودمان و پیروان مذهب اسماعیلی حتی مرا ممکن متهم کنم که چرا حرفای نادرست میزنم. این طور نیست. یعنی مناسبت رحمان و حکومت با پامیری ها و پیروان مذهب اسماعیلی خوب است و شاید نسبت بعضی ها خوب باشد. حتی ممکن بعضی از زادگان پامیر از حکومت امروزه راضی هم باشند چون فایده میگیرند، جای کار دارند، حتی در همون جنایت هم شاید شریک باشند. من این را میبینم و اصلا این را با این بحث ندارم. اما من دیده ایستادم که در اروپا چقدر بعد همین سرکوبگری های رحمان پامیری زیاد شد، چقدر جوانان پامیر فرار کردند. حداقل خودم در چندین سودها، در سودهایی که هموطنان پامیری ما در اروپا برای دریافت پناهندگی اونها رو رد میکنن، وقتی که مراجعت میکنن به سود، من همچون شاهد میرم شرکت میکنم، وضعیت اونها رو درک میکنم، احساس میکنم که چگونه با یک ظلم و غدر نسبت آنها مناسبت شد. و از همه مصیبت کلان پامیری های ما میدونید در چی است؟ در اون است که این همه ظلم و این همه شکنجه و ناجوانمردی بالای آنها شده است و اینها آمدن که در اینجا پناهنده شوند. مقامات اینجا باور ندارن، باور نمیکنن که در تاجیکستان نسبت پامیری همین جنایت ها صادر شد و این جوانها را اگر بگیرند دادگاه میبرند و محکمه میبرند، زندان میبرند. مثل که حتی ورزشگران پامیری را از روسیه دزدیدن آوردن زندانی کردن. برای چی باور ندارن مقامات اروپایی؟ برای که مرحوم آقاخان 4 شبکه آقاخان که در تاجیکستان و جهان عمل میکردن همیشه از تاجیکستان تعریف کردن، همیشه از رحمان تعریف کردن. از رحمان در جامعه جهانی یک شخصیت بسیار برجسته صلحجو، صلح دوست و قانون محور تراشیدن و این زحمت های دیگران هم بود، از آن جمله آقاخان 4 که این فعالیت آنها برای تراشیدن یک چهره مثبت از امام رحمان امروز درد سر خود پیروان آقاخان 4 شد. پیروانش وقتی که از دست رحمان فرار میکنن میان به اروپا، میخوان پناهندگی بگیرن، اینها میگن که نه، ما چگونه باور کنیم وقتی که رهبران شما نمایندگان سازمان های بین المللی این چنین حرفا رو نزدن، نمیگویند. یعنی واقعا این ظلم دوچند برادران یا خواهران اسماعیلی ما در همین است و این ناحقی نسبت آنها شد. اما چگونه ملت تاجیک این را میتواند در آینده جبران کند؟ اولش که یک چیز رو جبرانی معنوی هم میگن. ما برادران خواهران عزیز، شاید بعضی حرفای ما به خیلی ها خوش نمی آید و خیلی ها تنقید میکنن که چرا من گاه همین صحبت ها را میکنم درباره مثلا مبارزین و مجاهدین تاجیک که با آنها رو با نام باسمچی تهمت میکنن. من گفتم که اینا قهرمانای ملی هستند و باید سفید شوند، باید از اونها، از روح آنها، از پیروانشان، از بازمانده هاشون باید که معذرت پرسید، باید که اینها رو به یک شکل جبران کرد. بعضی ها میگن که چرا این حرفا رو میگن؟ اونا یک قسمش ترک بودن، لقای بودن، اونا باسمچی بودن، اینا فلان. برای فرقش چی؟ در بین اونها تاجیک هم بود، ترک هم بود، ازبک هم بود، لقای هم بود، اما اونها برای وطن جنگیدن و من این حرفا رو خواهم گفت. از آن جمله یکی از واقعیت‌های تاریخی این است که برادران و هموطنان اسماعیلی ما طول 100 ساله ها در تحت فشار از چند طرف بودن. اون طرف از طرف افغانستان، یک قسم از طرفی در زمان بخارا از این طرف. یعنی اینا اسماعیلی ما قبلا همش در کوهستان زندگی نمی‌کردن، همشون در پامیر نبودن. اسماعیلی‌ها در بخارا، سمرقند، در تمام پهنای آسیای مرکزی، در افغانستان، ایران، در جهان اسلام بودن. اسماعیلی‌ها اولین دانشگاه جهان و اولین دانشگاه اسلامی الازهر که امروز در مصر است، این میراث امپراتوری فاطمیان مصر هست که اینا اسماعیلی بودن و اسماعیلی رو نمیشه تنها قضاوت کرد با علموت و با حسنی صبا که حالا اونم معلوم نیست که در اون تاریخ چی گذشت. من اجازه قضاوت تاریخی کردنی نیستم، اما یعنی وقتی که ما اسماعیلی میگیم این یک عالم دیگر است، یک تمدن است، یک جهانی که در جهان اسلام یک واقعا میراث عجیب و تاریخی گذاشتن. ولی اون ناحقی های تاریخی باعث شد که
حالا در دیگر جاها معلوم که بعد تقدیر اینها چی شد، اما در منطقه ما اینا دیگر مجبور شدن که بیان در همون کوهستان خود را جا کنند و از تمام اطراف دیگر محاصره بودند و یعنی در یک حالت ایزولیت بودند و تا امروز متاسفانه همه این تلاش‌های آنها برای شکستن این ایزولیت و راه یافتن به جهان، چه راه جغرافی و چه تجارتی و چه معنوی و سیاسی، بازم سرکوب میشود و حتی به آنها اجازت نمیدن همون مالی که از چین وارد میشود در تریتوری تاجیکستان گمرک شود. یعنی مراسم گمرکی همون با اصطلاح تنظیم اسناد بازم میره در دوشنبه. یعنی اونا حقی حتی اقتصادی ندارن که در منطقه خود در زمین خود یک رابطه‌های اقتصادی و تجارتی داشته باشن و این ناحقی است. وقتی که من میگم که ملت باید این شهامت رو داشته باشد که این را جبران کند، یکیش جبران معنوی است و اعتراف کردن این که واقعا نسبت این مردم در طول تاریخ ظلم شد، ناحقی شد. مردم پامیر از ما یگان چی نمیخوان، نمیگن که این برای جبران این باید که فلان مقدار مبلغ مثلا جبران پرداخته شود. نه، حتی همین جبران معنوی رو هم اینا نخواسته ایستادن، نمیخواهند. فقط میگن اجازه دید که در اساس همون ارزش‌های خودمون، فرهنگمون، زبانمون، مذهبمون در وطن خودمون، در سرزمین خودمون زندگی کنیم مثل دیگرها، با زبان خود صحبت کنیم، با در مذهب خود باشیم، حداقل رئیس خودمون رو خودمون انتخاب کنیم، یک کس از بیرون تحمیل نکند. همین قدر میخواهند. اما اگر ما شهامت و جوانمردی داریم، بیایم بگیم که برادر، مثل که از یک نفری رو که ما هر یک کاری ناحق نسبتش کردیم، این شهامت رو باید داشته باشیم که اون ناگفته باید عذرخواهی کنیم. ولی این برادران و خواهران اسماعیلی ما این رو حتی از ما توقع ندارن. این ما باید این شهامت رو داشته باشیم. ان شاء الله اون روزی که ملت پیروز شد، ملت قوی از عذرخواهی، از اعتراف کمبودی ها پرهیز نمیکند. آدمی ضعیفی کارو نمیکند، چون میترسد که اگر من این کارو کردم طرف دیگر باز درک نکنه که من گناهکار بودم. اما یک انسان قوی، یک ملت قوی، مثل که در تمام جهان بعد 100 سالها، 1000 سالها کرده ایستادن، میان ملت‌ها از ملت‌های دیگر عذرخواهی میکنن. بعضی ملت‌های با شهامت اروپایی از ملت‌های افریقایی عذرخواهی کرده ایستادن برای اون کارهایی که در طول 100 سالها نسبت مردم افریقا و آسیا کردند و یگان جای آنها کم نشد. ما منتظریم که بعضی ملت‌های به اصطلاح برادران بزرگی در تاجیکستان، در بخارا، در حصار جنایت‌ها کردن در طول 100 سالها، از ملت تاجیک عذرخواهی کنن برای اون جنایت‌هاشون. ولی حالا اگر که نکردنم این مشکلی و یا مشکلی ما نیست. اما ما باید این شهامت و جوانمردی رو داشته باشیم که این رو جبران کنیم. اما جبران اساسی چی هست؟ جبران واقعی در آینده از طرف ملت تاجیک برای تنها مثلا یک مردم پامیر نه، برای دیگران هم باید باشد، این است که با آنها امکانیت برابر به همه مثل دیگران داده شود که در وطن خود، در سرزمین خود، با فرهنگ زبان خود زندگی کنند. و این از جبران و این پامیری های خودمان که در سراسر عالم گریزه شدن، اینها را برگردانیم. یعنی اینا دیگه مجبور نشوند کانادا و امریکا از طریق مکزیک و یا اوکراین و جاهای دیگر فرار شوند. البته مثل دیگر شهروندان تاجیکستان که مصیبتی هم است. اما این نشود که بعد نیروهای نو پیروز شوند در تاجیکستان. این نکته رو هم بگم، خیلی مهم است. نیروها پیروز شوند، با جای رحمان یک حکومت دیگر بیاید، مردمی زرافشان و رشت و کولاب و سوغد و حصار همه دارای یک امتیازها شوند. فقط حکومت عوض شود، یک گروه به جای اینا بیاد و پامیری همون طوری که در زمان رحمان یا اسماعیلی همون طوری که در زمان رحمان زیر ظلم بود و فشار بود، در زمان حکومت نو همون وضعیت تغییر نکند، همون خیلی باقی بماند. خب پس نتیجه این تحولات و تغییرات و پیروزی رو یک گروه مردم خواهند دید، نه همه تاجیکستانی‌ها، نه همه مردم. وقتی که ما میگیم که باید جبران شود، جبران با معنای این است که وقتی که یک حکومتی نو آمد، ملت این باید غیرت و جسارت و شهامت رو داشته باشد که با پامیری، با کلابی، با سوغدی، با همه کسی که از دست این حکومت ضرر دیده است،
جبران معنوی کند و به هر شکلی که امکان دارد همچون یک حکومت جبران کند، از آن جمله به هموطنان ترک زبان خودمان. تصور کنید که شما یک شهروند تاجیکستان دهه ترک زبان است، اکثریت مردم ترک زبان هستند، 100 سالها در همین دهه زندگی کردند، اجدادشون گذشته هاشون یک دهه یک نام ترکی داشت. امام علی رحمان آمد به خاطر آنکه خودش رو پیشوای ملی معرفی کند، نام یک دهه را از زبان ترکیش میگرداند به یک شعار، به یک لوزونگ گلستان و بستان و مهرآباد و اشقاباد و به این. مگر اون شهروند تاجیکستان که ترک زبان است احساس تحقیر شدن نمیکند؟ زبانی چه عیب داشت که گذشتگانش در همین دهه با همین زبان همین دهه رو نامگذاری کردند؟ خب در ازبکستان شهرهای بزرگ هست، سمرقند و بخارا نام تاریخی تاجیکی دارد، شهرسبز، این منطقه های دیگر، سری آسیا، مگر این نامهای تاجیکی نیستند؟ حکومت میرزیایف بیاد همین میبخشد احمقی را بکند، مثل حکومت تاجیک بیاد تاجیکستان اینها را هم نامه را عوض کند، ترکی کند، فقط به خاطر آنکه نشان بدهد که ما خودمان پیشوای ملت ازبک هستیم و این سرزمین ها تاریخا با ازبک ها ربط داشت. اینم جبران میخواهد، اینم جبران معنوی میخواهد. جبران معنوی چی است؟ من بنابر همین بار دیگر تاکید میکنم که تمام این نامهایی که اخیراً عوض شد، شاید در بعضیش نامهای درست انتخاب شد، باید عوض میشد، اما 80-90% آن این جای عوض کنی سیاسی است، نه تاریخی است، نه زبانی هست، نه فرهنگی است. اینا سیاسی هستند، اینا باید حفظ شوند. حکومت جدید ملی که آمد اینا را همه را بازبینی میکند از نو، و اون جایی که با تصمیم های سیاسی، نه با تصمیم زبانی فرهنگی یا یگان مثلا تحقیر نامی بد بود، نه، اگر تصمیم سیاسی هست اون باید عوض کرده شود و این میشود جبران معنوی. و منظور من از جبران معنوی برادر محمد ظریف و دیگر بینندگان، یعنی از جبران منظور من همین بود. سلامت باشید استاد. خب این بود چند سوالی که در اختیار خود داشتم. اگر در آخر چیزی گفتنی باشید بیرون از این سوال ها بفرمایید و با همین برنامه را جمع بندی. نه سلامت باشید. من فکر میکنم که سوال های شما هم سوال های کامل بود و بیانگر اون واقعیت های امروز جامعه. البته من شاید یک کمی طولانی تر جواب دادم، اما نظر خودم رو در این باره گفتم. در موضوعی که شما مطرح کردید ما هم دقیقاً 1 ساعت بیشتر صحبت کردیم که برنامه شما هم فرمتش همین 60 پلیوسی چند دقیقه است و فکر میکنم که در همین جا خاتمه بدهیم و وقت بینندگان هم زیاد نگیریم. انشاءالله باز در برنامه بعدی در خدمتتون هستیم. با تشکر از شما استاد گرامی و با این صحبت‌های خوبتان برای مردم سربلندی و موفقیت برای شما خواهانیم و بینندگان عزیزم یکی که شما را به خداوند منان میسپارم. خدا نگهبانتان تا برنامه‌های بعدی. شما موفق باشید برادر محمد ظریف. خدا نگهبانتان باشه. خدا نگهبان.